مرکز مطبوعات سرایوسط کورای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که نیمه دوم روز 29 نوامبر راننده автомашинаи тамغаи Hyundai Accent رقم قید دولتیش 9496 ت05 حکیموف فریدون سال تولدش 1995 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت از سمت کوچه سعدی شیروزی به سمت کوچه جبو رسولوف پایتخت با سبب بلند بودن سرعت حرکت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگر قیوموف حسین قادرویچ سال تولدش 1965 را که توسط راه پیاده‌گذر از قسمت راست راه به طرف چپ میگذشت پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد 56 ساله جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. نظر خود راننده درباره سبب‌های صدمه دسترس نیست. عین حال نسبت به راننده حکیم فریدون بر اساس طلبات ماده 212 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه که سبب مرگ انسان شده است پرونده جنایتی آغاز کرده شد. راننده به حبس پیشکی گرفته شده است. چاره‌بینی‌های تفتیشاتی در چارچوب تحقیق این قضیه ادامه دارد. به فریدون حکیموف بر اساس قسم دوم ماده 212 همچون جزا از 3 تا 5 سال زندان تهدید می‌کند. همزمان مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 29 نوامبر تخمیناً ساعت 13:20 دقیقه راننده автомашинаи тамغаи اوپل زفیره سراجزاده زاکر سال تولدش 1992 ساکن ناحیه حمدانی هنگام حرکت از شهر باختر به سمت شهر دوشنبه در حدود ناحیه خراسان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده خرسال بوتای و هنگامه سال تولدش 2016 ساکن دهه سربند را پخش نموده است. در نتیجه دخترچه 5 ساله جراحات گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها راههای خطرناک به شمار می‌روند. در عموم هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای جمهوری 100 نفر هلاک یا مجروح می‌شوند. از جمله سال 2020 بر اثر صدمه‌ها در راههای تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 نفر معیوب شدند. بنا به آخرین آمار رسمی در 9 ماه اول سال 2021 در 787 صدمه در راههای تاجیکستان 290 نفر هلاک و 869 نفر مجروح شدند.